روزی یک مرد ثروتمند پسر بچه کوچکش را به ده برد تا به او نشان دهد مردمی که در آنجا زندگی می کنند چقدر فقیر هستند. آن دو یک شبانه روز در خانه یک روستایی مهمان بودند. در راه بازگشت و در پایان سفر مرد از پسرش پرسید: نظرت در مورد مسافرتمان چه بود؟ پسر پاسخ داد: عالی بود پدر. پدر پرسید: آیا به زندگی آنها توجه کردی؟ پسر پاسخ داد: بله پدر. و پدر دوباره پرسید: چه چیزی از این سفر یاد گرفتی؟ پسر کمی اندیشید و بعد آرامی گفت: فهمیدم که ما در خانه یک سگ داریم و آنها 4 تا. ما در حیاتمان یک فواره داریم و آنها رودخانه‌ای دارند که نهایت ندارد. ما در حیاتمان فانوس‌های تزئینی داریم و آنها ستارگان را دارند. حیات ما به دیوارهایش محدود می شود، اما باغ آنها بی انتهاست. با شنیدن حرفهای پسر زبان مرد بند آمده بود. بعد پسر بچه اضافه کرد: متشکرم پدر. تو به من نشان دادی که ما چقدر فقیر هستیم. بعضی وقتها ثروت فقط پول و مال نیست.